چنانچه در زبان انگلیسی یک متل است که میگه که اگر فارسیش میشه که میگه اگر کسی یک بار تو را فریب داد او شخص باید خجالت بکشه، اما اگر همان شخص برای بار دوم تو را فریب میده این بار تو باید خجالت بکشی. چرا؟ چون تو او را میشناختی، تو میفهمیدی که ذات از او فریب دادن است، ذاتش، نیتش، خصلتش بد است، اما تو باز هم رفتی برای خوبی کردی و تو بودی که اجازه دادی که اون شخص تو را بارها و بارها در خاک سیاه برابر کنه. بنابراین بدان وقتی که خوبی میکنی اما بدی میبینی ای به خاطر است که ذات از اون نفر خراب است. پس بفهم که انرژی تا، وقت تا، زندگی تا صرف چگونه یک انسانی بکنی.